بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، در این صحبت سوممون به شما وعده داده بودیم که در موضوع بیان الاختیار من البشر صحبت خواهیم کرد. تا حالم در تفسیر آیه یخلق ما یشاء و یختار سوره قصص هستیم. سوره قصص آیه 68 که یختار، الله هر چیزی را که خواهد قبول می کند، استفا می کند، اختیار می کند. و امروز بیان می کنیم که الله از انسانها کی را اختیار کرده است. الله رب العزة والجلال از فرزندان آدم علیه السلام انبیا و رسول را اختیار کرده است. انبیا و رسول که در قرآن عظیم و شأن الله از 25 نفر اونها به ما خبر داده است، به نامشان خبر داده است و قصه مختصر اونها را بیان کرده است و از همه مهمترین دعوتشان و مبارزه با شرک کفر اونها را ذکر کرده است و این را بهترین قصه نامیده است. احسن القصص، بهترین قصه، این قصه قرآنی، قصه رسول و نبی که در قرآن ذکر شده است. 25 نفری که در قرآن الله اونها را همچون رسول و نبی ذکر کرده است، اونها 18 نفری اونها در یک سوره ذکر شده است که سوره انعام است، اما باقی مانده اونها 7 نفر اونها در سوره های متفرق جداگانه علاهیده به مانند محمد صلی الله علیه و سلم در سوره فتح که محمد، حضرت آدم و اینچنین دیگه باقی مانده 7 نفر اونها در سوره های متفرق آمدند. و از این 25 رسولی که الله اونها را اختیار کرده است، همشان عجمی غیر از 4 نفر، یعنی از درون اینها 4 نفرشان عرب بودند: شعیب، هود، صالح، محمد صلی الله علیه و سلم. چه خیلی که ابن القیم الجوزی این مسئله را ذکر می کنند و حدیث را هم در این مسئله ذکر می کنند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرب هستند: شعیب، صالح، هود. سؤال به وجود می آید که آیا رسولان و نبیان، آنانی که الله آنها را از درون انسانها برگزیده است، قبول کرده است، اختیارشان کرده است، دوست داشته ترین بندگان خودش قرار داده است، عددشان معلوم هست یا که معلوم نیست؟ در این مسئله بعضی از انسانها گفتند که معلوم نیست، اما صحیحش و درستش این که عدد اونها معلوم است، چه خیلی که در احادیث صحیح ذکر شده است که ابن القیم الجوزی نیز در کتاب زاد المعاد خود ذکر می کنند که حدیث در مسند امام احمد رحمت الله علیه وارد شده است و اینچنین ابن حبان ذکر می کنند و اینچنین در مستدرک حاکم ذکر شده است. از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که میگویند ان رجلا قال یا رسول الله انبی کان آدم، ای رسول الله آیا آدم نبی بودند؟ آدم علیه السلام. پیامبر میگه معلم و مکلم،
آدم نبی بودند. سوال میتند که کم بینه و بین نوح، بین آدم و بین نوح چقدر وقت بود؟ پیامبر میگویند 10 قرون، 10 قرن، 10 عصر، یعنی 1000 سال. بین آدم و بین نوح 1000 سال بود که در این 1000 سال هیچ کس شرک را، کفر را انجام نداد. چرا که اولین رسول برای دعوت امتشان به حق و بازداشتنشان از شرک کفر نوح علیه السلام است. قال، مرد میگوید به پیامبر که کم کان بین نوح و ابراهیم، بین نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام چقدر وقت بود بینشان؟ پیامبر میگه که 10 قرون، این چنین 10 قرن بود. بین آدم و نوح 1000 سال و بین نوح و ابراهیم 1000 سال. قالوا یا رسول الله کم کانت الرسل، ای رسول الله، گفتند ای رسول الله عدد رسول چند تا است؟ پیامبر گفتند 315 جمعا غفیرا، جمعا غفیرا. میگن که عدد رسولان از درون انبیا، رسولانشان 315 نفر بودند. سند این حدیث صحیح است، به شرط امام مسلم رحمت الله علیه صحیح است، خیلی که امام حاکم در مستدرکشان ذکر کردند و امام ذهبی موافقت کردند. سنده صحیح علی شرط مسلم کما قال الحاکم و وافقه الذهبی. و این حدیث را، حدیث عدد 124,000 بودن پیامبران را، و این حدیث را امام البانی رحمت الله علیه این چنین صحیح میدانند. در شرح مشکات، در تخریج مشکات المصابیح حدیث را، عدد انبیا را صحیح کردند و این عدد رسولان بود. اما در عدد انبیا این چنین حدیث ابی امامه و حدیث از ابی ذر رضی، حدیث ابی امامه هست و این چنین از ابی ذر این چنین امام احمد روایت میکنند که عدد انبیا و رسول جمعشان چند تا بود؟ 124,000 بودند. از درون 124,000 315 نفرشان یا که 313 نفرشان که هر دوشم حدیث ها هست چی بودند؟ رسول بودند. و از درون این 315 نفر رسولان که از باقی مانده انبیاها درجهشان بلند است، 5 نفرشان اولوالعزم بودند که اولوالعزم به آیت قرآن ثابت است، به نص قرآن ثابت است. چخیره که الله رب العزة و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، سوره احزاب آیت 7 و اینچنین در سوره شورا آیت 13. پس بیان میکند که الله رب العزة والجلال از درون بندگانش 124,000 نفر انبیا را برگزید و از درون اونها 315 نفرشان را رسول و درجهشان را بالا کرد. از درون 315 نفر 5 نفر اونها را بر خودش نزدیکتر و اولوالعزم قرار داد. اولوالعزم معنیش این است که اولوالعزم صاحبان بزرگی، بزرگوار، یعنی بهترین و بزرگترین انسان ها در روی دنیا. اونها که ها بودند؟ نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم که اونها اولوالعزم بودند. و اختار منهم خلیلین، از درون اولوالعزم الله 2 خلیل را اختیار کرد، ابراهیم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم را الله از درون همه پیامبران اختیار کرد، خلیل کرد. از درون اولوالعزم بهترین اونها محمد و ابراهیم علیهم السلام و محمد صلی الله علیه و سلم را دوست داشته ترین بنده خود از درون اینها و از اول عالم تا آخری عالم قرار داد. پس به شما معلوم شد که الله از انسانها که ها را دوست داشته است.
به عدد انبیا بعضی از برادران چه خیلی که گفتیم میگویند که حدیث وجود ندارد. البته ما به شما ذکر کردیم که حدیث وجود دارد. حدیث به 124,000 بودنی اونها، 315 یا 13 نفر رسول بودنی اونها، 5 اولوالعزم با آیت قرآن و 2 خلیلین با حدیث صحیح که پیامبر صلی الله علیه و آله خودشون گفتند ان الله اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. الله مرا خلیل خود قرار گرفت چه خیلی که ابراهیم علیه السلام را خلیلش قرار داده بود. اگر به الله به من اجازه میداد که من کسی را خلیل بگیرم، ابا بکر را خلیل میگیرم. پیامبر گفتند و حتی این حدیث را دلالت به خلافت کردن ابا بکر رضی الله عنه میگویند. پس برای همین است که ما باید پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را حبیب الله نه بلکه خلیل الله بگوییم. این یک مسئله خیلی مهم است برادران عزیز که در بسیار اناشیدها، در بسیار صحبتها میشنویم که این برادران میگویند که حبیب الله، پیامبر ما محمد حبیب الله، بلکه خوبش و بهترش و موافق سنتش و حق پیامبر را ادا کردنش این خلیل الله هست. وقتی که شما حبیب الله میگویید به پیامبر تقصیر میکنید، کمبودی میکنید، حق پیامبر را نادیده میگیرید، چرا که پیامبر خلیل الله هستند. خلیل الله اولا چرا خود پیامبر خودشان را خلیل الله گفتند. دوم ابن القیم الجوزی ذکر میکنند که درجه عشق 8 نمود است. عشق 8 زینه و درجه دارد و از همه بالاترین و بهترین درجه عشق این خله هست. خله این یعنی خلیل. وقتی که کسی را خلیلی کسی میگویم این دلالت میکند که خیلی هم دوست، در بالاترین درجه دوستی است. ابراهیم خلیل الله، محمد خلیل الله صلی الله علیه و سلم، این دلالت میکند که اونها در بالاترین درجه عشق هستند، در خله هستند. خله ابراهیم همان وقت به درجه خله رسیدند، خلیلی رسیدند که فرزندشان را به دست خود خواستند ذبح کنند به خاطر الله. از سنجش الله، از ابتلای الله گذشتند، خلیل شدند، یعنی دوستی سختترین الله. به الله خیلی هم عشق داشتند و یکی از اون درجه عشق که از خلیل پس است حبیب است. و این چنین درجه های عشق، حبیب، خلیل و این چنین دیگر درجه. پس ما باید خلیل الله بگوییم، محمد خلیل الله. و از این 125,000 نفر 25 نفری 124,000 نفر 25 نفری اونها را در قرآن الله ذکر کرده است که به اونها ایمان آوردن واجب است، به نامهایشان این چنین ایمان آوردن واجب است. اما به باقی آمده ها به عدد اونها به خودشان ایمان می آوریم، اما نامهای اونها که به ما معلوم است به ما واجب نیست، به نامشان ایمان آوردن واجب نیست. و این چنین در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 نفر از پیامبران نامشان ذکر شده اند. به ما پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند که من الانبیاء شیس و یوشع ابن نون. شیس و یوشع ابن نون در قرآن نه بلکه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده اند و به اینها هم ایمان آوردن واجب است. و اما علما در چندین نفر نبی هستند یا اولیاء هستند یا رسول هستند اختلاف می کنند که در قرآن اینها ذکر شدند: ذی القرنین و تبع و خضر. علما اختلاف می کنند به 2 قول. حتی بعضی از علما 3 قول، 3 سخن را ذکر کردند. بعضی از علما میگن که اینها نبی هستند، بعضیشون میگن که ما در این مسئله سکوت میکنیم، چیزی نمیگوییم. و قول سوم این است که میگویند ذوالقرنین و تبع
اولیا بودند. خضر به اتفاق نبی بودند که این قول راجح است، به این قول درست است که ذوالقرنین و تبع اولیا بودند و خضر علیه السلام نبی بودند. چرا که وقتی که دلیل اینجاست که وقتی که حضرت موسی علیه السلام گفتند که چرا این فرزند را کشتی، در سوره کهف آمده است. خضر میگویند که این از کار من نبود، الله به من امر کرد، وحی داد. پس خضر به اتفاق علما نبی هستند. اما آیا خضر زنده هستند یا نیستند؟ به اتفاق و اجماع علما خضر وفات کرده اند، خیلی که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله به این دلالت میکند. امروز خضر وجود ندارد. حتی بعضی انسان ها در کودکیمان به ما میگفتند که خضر می آیند انگشتی به استخوان دارند. این همه خرافات است و بدعت است و نقصان در عقیده است. خضر علیه السلام نبی بودند و در زمان حضرت موسی زندگی میکردند و وفات کردند و جایز است که در یک زمان دو نبی وجود داشته باشد، دو رسول وجود داشته باشد. چرا که در زمان قدیم غیر از پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله دیگه تمام نبیان به قوم خود می آمدند. موسی به قوم خود یهود و خضر به قوم خود، ابراهیم علیه السلام به قوم خود و اینچنین لوط به قوم خود که در زمان ابراهیم علیه السلام زندگی کردند. پس این دلالت میکند که در یک زمان چندین نفر زندگی کردنشون ممکن است در یک حالت معین. و اینچنین حضرت هارون و حضرت موسی یا حضرت یوشع که شاگرد حضرت موسی بودند. و اینچنین در بین علما اختلاف است که آیا از زنان کسی نبیه شده است یا نیست. علما اختلاف می کنند در این مسئله. اینچنین به سه قول اختلاف می کنند. بعضی از علما می گویند که مریم و ام موسی و آسیه اینها نبیه از زنان هستند. به این قول امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیرشان ذکر کرده اند، در شرح آیه که الله رب العزت والجلال در حق مریم علیه السلام ذکر می کنند. و ابن حزم رحمت الله علیه، ابن حزم ظاهری امام اهل سنت اینچنین گفته اند که هاجر هم، حتی حوا، هاجر، مریم و آسیه ام موسی اینها نبی هستند. و قول دوم این است که اونها نبیه نیستند، بلکه اونها زنهای صالحه می باشند، که به این قول اکثر علمای اهل سنت و الجماعت هستند. و امام نووی رحمت الله علیه در کتاب اذکارشان اجماع را به این مسئله نقل می کنند که مریم و باقی مانده از زنها نبیه نیستند. و حتی امام حسن بصری رحمت الله علیه که یکی از بزرگترین تابعین حساب می شوند میگویند لیس فی النساء نبیه ولا فی الجن. در جن، در بین جنها و در بین زنها نبیه وجود ندارد. پس اونها نبیه نیستند. و حتی امام سبکی رحمت الله علیه این چیز را اثبات میکنند که در بین زنها نبیه وجود ندارد. پس این آیت هایی که در این مسئله آمده است که آیت هایی که به انسان شبهه می اندازد، چگونه جواب می دهیم؟ الله رب العزت والجلال در سوره قصص آیت 7 بیان می کند که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. الله میگد ما به مادر موسی وحی کردیم تا که فرزندش را رضاعت بکند، شیر بدهد. این
آشکار دلالت کرده ایستاده است که وحی کردیم. ما به این چگونه جواب میدیم؟ علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که وحی در اینجا به معنای وحی که انسان را نبوت کند، ملائکه بیاید و وحی بدهد نیست، بلکه وحی در لغت عربی چندین معنا دارد، معناهای خیلی هم زیاد دارد و یکی از این معناها الهام است. الهام فطری و درونی انسان، یعنی از درون انسان یک چیزی به شما خبر میدهد و میگوید که این کار را انجام ده یا وای کار را انجام نده. پس این آیت که اوحینا الی ام موسی هست، معنای اوحینا وحی به معنای الهام فطری درونی می باشد. خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت این مسئله را ذکر کردند. و این جواب دیگر این است که همه کسانی که الله در قرآن ما به اونها وحی کردیم گفته است، اونها نبی نیستند. خیلی که در سوره مائده آیه 111 الله میگه و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون. الله میگوید هر وقتا که وحی کردم به حواریین یعنی دوستان معین حضرت عیسی که به من ایمان بیاورید، به رسولم ایمان بیاورید، گفتند ما ایمان آوردیم و به ما شاهد باش که ما مسلمان شدیم. گفتند در اینجا این آیت اوحیتو گفته است. اگر ما بگوییم که هر یک آیتی که الله در اونجا اوحیتو بگفته است اونها رسول یا نبی می شوند، پس حواریین که دوستان و شاگردان حضرت عیسی بودند نبی هستند. اما اینطور نیست، در اینجا هم فطری هست. یا که الله در دیگر سوره میگوید، سوره نحل آیه 68 میگوید که و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. الله به زنبور اصل نحل وحی کرد که در کوه ها خانه بگیر، در کوه و جبال خانه ساز. در اینجا کلمه وحی آمده است. اگر ما بگیم که در اینجا وحی بعد از وحی آمده نبی می شود یا رسول می شود، پس زنبور اصل هم رسول و نبی است. لیکن این خیلی نیست. درستش این است که در اینجا الهام فطری هست، چرا که خیلی که بیان کردیم کلمه وحی هم چندین معنی دارد. پس مریم و دیگر زنها آسیه اینها نبیه نیستند. حتی در حق مریم علیه السلام آیت واضح و روشن که ما به تو وحی کردیم ای مریم نآمده است. آیتی که امام قرطبی دلیل میگیرند برای نبیه بودن مریم این آیت آل عمران آیت 42 می باشد که میگن و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین. ملائکه ها گفتند که ای مریم الله تو را برگزید، تو را اختیار کرد و تو را پاک قرار کرد و تو را از زنهای دنیا برگزید. واصطفاك على نساء العالمین. اما دیگر علماء اهل سنت و الجماعت میگن این دلالت به نبوت بودن، نبیه بودن مریم نمی کند، بلکه این دلالت به بهترین زن عالم بودنشان، سید نساء العالم می کند. برای همین حدیث ها هست و علما میگویند که سید نساء در جنت 4 نفر هستند: مریم، فاطمه، خدیجه، عایشه و خدیجه. و در بعضی حدیث های دیگر پنجمین اونها ذکر شده است که و در بعضی از علما ذکر میکنند که پنجمین نفر اونها عایشه رضی الله عنها هستند. مریم، فاطمه، خدیجه، آسیه و عایشه رضی الله عنهن. پس به ما معلوم شد که اون کسانی که دلیل های زیادی را می آرند تا که اثبات بکنند که
مریم و دیگر زنها نبیه هستند دلیلشان ضعیف است و به اونها جواب دادیم. حتی در شریعت اسلام نه فقط نبی بودن، نبیه بودن زن، بلکه امیر بودن زن، رئیسه بودن زن، یعنی والی امر مسلمان شدنش به تمام مسلمان یا که در یک منطقه جایز نیست. بعضی از علمای جمهوری خود ما یا که بعضی از علما گفتند که والی شدن، ولی الامر شدن زن به منطقه عام دنیا جایز نیست، اما به یک منطقه، به یک دهه یا به یک شهر جایز است. این غلط است. یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعت متقدمین این چیز را ذکر نکردند. همه اشان خلاف این صحبت کردند، از ابن تیمیه و امام نووی، امام زیلعی حنفی و اینچنین امام ابن القیم جوزی ذکر میکنند که در سیاست شرعی زن نه فقط ولی الامر عام بلکه ولی الامر خاص به یک منطقه شدنش هم جایز نیست، اما به امور زنانه خود جایز است که راهبری کرده باشد، یعنی رئیس زنها یا که در بعضی مسائلی زنها یا قسم زنها. پس با این معلوم می شود که اختیار کردگان الله در این دنیا کیها هستند و باید شما خوب دانید که همه آنهایی که ملائکه به آنها واخورده است و صحبت کرده است، آنها پیامبر نمی شوند، نبی نمی شوند. چخیلی که در حدیث متفق علیه صحیحین آمده است که اقرع، حدیثی کار، کور و کل که ملائکه یکی از فرشتگان به نزد اونها می رود و با اونها صحبت می کند، اما این دلالت نمی کند که هر سه اینها نبی شدند. یا که در حدیث دیگر آمده است که از ابی هریره رضی الله عنه روایت می کند که این حدیث در کتاب امام مسلم آمده است که یک مرد ان رجلا زار اخا له فی قريه اخرى، یک مرد خواست برادر خودش را که در یک دهه دیگر زندگی میکرد زیارت بکند. در راه جاءه ملک، فرشته آمد و گفت به کجا زیارت میروی؟ به نزد برادرم. این مرد گفت به نزد برادرم. مهم این است که این مرد نبی نبود. پس اینچنین چقدر صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در نزدشان می نشستند ملائکه نازل شد، جبرئیل به صورت یک انسان که تمام صحابگان دیدند و با اونها صحبت کرد. حتی جبرئیل به صورت دحیه کلبی شد و به نزد صحابگان آمد و با اونها صحبت کرد. این دلالت نمی کند که صحابگانی که جبرئیل را دیده اند، ملائکه را دیده اند، نبی شدند، بلکه اونها انسان باقی میمانند. پس ایمان آوردن به تمام رسولان، به تمام انبیا واجب و ارکان ایمان است. با اونهایی که میدانیم نمیدانیم و با اونهایی که نامشان را فهمیدیم یا نفهمیدیم. و مسئله دیگر اینجاست که اون کسانی که در قرآن ذکر شده اند اونها رسول هستند یا نبی هستند. در این مسئله علما به 5 قول اختلاف کرده اند. بعضیشان میگویند که از این 25 نفر چندین نفرشان رسول و بعضیشان نبی هستند و بعضیشان میگویند که همه اشان نبی هستند. و قول درست و صحیح این است که همه اون کسانی که در قرآن ذکر شده اند رسول هستند. چرا که الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شان همه رسولانش را ذکر کرده است. خیلی که علما بیان می کند که در قرآن رسولان را الله ذکر کرده است
و اون فرق بین رسولی که علما میگذارند اجتهادا میگذارند و به همین فرق این پیامبران را میکنند، اکثر اونها غلط است. به مانند اینکه بعضی از علما میگن نبی کسی است که به اون کتاب نآمده باشد و رسول کسی است که به اون کتاب آمده باشد. ما میگیم این غلط است، چرا که الله در قرآن اسماعیل علیه السلام را رسول ذکر کرد در حالتی که به اسماعیل کتاب نازل نشده بود. گفت واذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اسماعیل را رسول و نبی ذکر کرد در حالتی که کتاب نداشتند، پیروی دین ابراهیم علیه السلام بودند. و بعضی از علما میگویند نبی کسی است که پیروی دینی پیش از گذشته نبی خود باشد، رسول باشد، و به مانند اسماعیل. و رسول کسی است که دین نو و جدید داشته باشد. این هم ما میگیم غلط است، چرا که اسماعیل علیه السلام پیروی دین پدرشان ابراهیم بودند، اما الله اسماعیل را که کتاب نداشتند، کتاب نازل نشده بود و دین نو هم نداشتند، رسول ذکر کرد. پس همه فرقی که بین رسول و نبی گذاشته شده است فرق اجتهادی است. درستش این است که همه اون کسانی که در قرآن هستند رسول هستند و رسول و نبی فرقشان این است که رسول درجه اشان در نزد الله از نبی بالا است. همین را دانستن ضرور است و باقی ماندهش شرط و ضرور نیست. بعد از این صحبت خود را به پایان میرسانیم و در درس های آینده بیان میکنیم که الله از بین امتان کدام امت را و از بین شاگردان پیامبر کدام شاگردانشان را الله اختیار کرده است و دوست داشته است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا